دوستان همراهان گرامی سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم با آنباکس 6 تا از پک‌های کارت‌های کیمدی و همونطور که مشاهده میکنید تو رنگ‌های مختلف 6 تا رو اومدم توی لانگ ویدیو باز کنم و ببینیم که چی داریم. کدش هم توی این پست نمیدم، میذارم شما کامنت حمایت کنید. من توی رویدادی حتما کدا رو بهتون میدم. خب اولین کارتی که باز میکنیم به همون چی میده؟ هموناست، دیماریا و رودری برچسب. اکشن فیگور داریم از مندو، الاهلی، ورد کاپ، سانچز و این کارت های ما بودن. خب این از پک اول. بریم سراغ پک دوم. پک دوم ببینیم چی داره. کارت طلایی کافو. بالاخره یک کارت طلایی در آوردم. کارت کوچ کمان، برچسب مسعود اوزیل و روسچی. اکشن فیگور کی آخه کمان مربی با قیافه داغونشو میذاره اکشن فیگور به چه دردی میخوره؟ آنباکس پک سبز رنگمون. ببینیم چی داره. چقدر حال میده همه رو با هم آنباکس میکنه، اصلا لذت میبره. برچسب داریم یورگن کلوپ اندو، ایسکو، اکشن فیگور ایسکو، کارت ایسکو، آرن ریسته ادوانس، کارت ادوانس آرن ریسته. بریم برای آنباکس پک بعدی. خب نمیشناسم انقدر دوربینم اینجوری اومد بوده عادت کردم ببین. مارتینلی اکشن فیگور، کارت مارتینلی و کارت کلاب یوونتوس. دو تا بیشتر نمونده. مرسی که تا اینجای ویدیو من نگاه میکنید. لطفا چنلمو ساب کن و از چنل من حمایت کن. امید همه ما به حمایت های تو بسته. برعکس همون چیز قبلی شد. یورگن کلوپو داد با اندوی ژاپنی. ریدم تو ژاپن. دکلن رایس مولر. نم برچسب. من این ور رو نگاه میکنم. اینجا خودم باید نگاه کنم. اینجا نگاه کنم. آنباکس پک آخر 2025 حالا باز میکنیم. 2026 رو اکثرا آوردن ها. من توی ویدیو هم دیدین باز کردم ولی خب وقتش نشده. خب کالیفوری، گابریل جزوس، آلوز، خولیان آلوارز و سادیو مانه. این از کارتای ما. همه رو آنباکس کردیم، همه رو دیدید. اولین لانگ ویدیو من بود توی چنل دوممون. چنل اصلیمون لطفا ساب کنید. آیدیش و فیلمش هم اینجا میذارم. ببین چجوری باید ساب کنید چنل اصلیمون. اینجا یه ویدیو من گذاشتم، میری سرچ میکنی و سلام ختم میکنم. سولجر کاور رو سرچ کن، اولیه که 2500 نفر اونو ساب کن. خیلی حمایتش رو کم هستن. 2500 قفل کرده. من تو این 3 هفته 2500 ام، از اون بیشتر نرفته متاسفانه. ویدیو بازیت میخوره ولی ساب نمیشه. این از اعصاب خراب کنه. خلاصه که مرسی تا اینجا ویدیو ما نگاه کردید، تماشا کردین. حالا فعلا که یه خورده رو شاید ضعیف باشین فلان باشین یه خورده با همه این کارا، ولی 100% تو ویدیو بعدی قطعا میتره کنید. پس مرسی که ما رو حمایت میکنید. یا علی مدد. فعلا خداحافظ شما. خوش گردین. خداحافظ.